مجموعه تأسیسات آلا. یه پمپ اینجا کار گذاشتیم، حالا باکسی درست کردن دوستان و گذاشتن روش برای فشار آب که فشار آب اوکی. یه پمپ نیم اصل با ست کنترل گذاشتیم. برای چی؟ برای این آب سرد کن که البته اینجا فشارش خوبه، برای بیرون که آب به اینجا برسه و این فشار یه فشار مشتی و لوله کشی رعاب پشت بام که توسط متخصصین مجموعه تأسیسات آلا، تو گوگل هم سرچ بفرمایین تأسیسات آلا میاد بالا، رفته پایین و این در ادامه همون لوله کشی هست که اومده پایین. رعاب پشت بام هدایت شده به سمت جوب آبی که این در یک آشپزخانه است و میره اونجا چاه هستش و میره داخل چاه. تمام این کارها در این مجموعه انجام شده و توسط متخصصین مجموعه تأسیسات آلا که در گوگل سرچ کنین همه مشخصات و تماس با ما میاد بالا و میتونین با ما در ارتباط باشین.